دوستان مدیکس هستم. توی این ویدیو اومدم که در مورد یه خلاصه از کانال یوتیوبمون بگم که دیشب با حمایت‌های زیاد شما بعد از 1.5 ماه فعالیت در یوتیوب کانالمون به 1K شد و به 1K رسید. ممنون از همه شما که منو حمایت کردین و ویدیوهامو لایک کردین و کانال سابسکرایب کردید و کامنت های مثبت گذاشت برام. چی شد که من یوتیوب رو شروع کردم؟ من حدود 1 سال پیش یک کانال یوتیوب داشتم، حدود 400 تا ساب داشتم فعالیت کردم توش، ولی ایمیلم بند شد و کانال یوتیوبم یعنی دیگه بین رفت، یعنی مسدود شد. برای همین دیگه ناامید شده بودم تا حدود 2 ماه پیش یه کانالی باش دیدم که و مثل ویدیوهایی که من گذاشتم بود تقریبا همچین موضوعی فعالیت میکرد. همین منم گفتم منم با امکانات خیلی کم میتونم همچین ویدیوهایی بذارم و میتونم حمایت بشم توسط شما. و بعد از 1.5 ماه که 1.5 ماه شدم 1K و داره به نتیجه میرسه ویدیو هم که میذارم از زحمتام. برای همین من یوتیوب رو شروع کردم که انشالله 100K شیم و برو بریم یه خلاصه از کانال یوتیوبمون ببینیم. بیارم یوتیوب با 84 تا ویدیو تونستم من 1K و 40 سابسکرایب برسم. میبینید که من ویدیو لانگام ویوی خیلی کمی میگیره، برای همین واچ تایم فقط 2 ساعت واچ تایم دارم، برای همین واچ تایم هم کمه، ویوی خیلی کمی دارم از لانگ ویدیو. شورت ویدیو هم یا همون ویدیوهای زیر 1 دقیقه ببینید که ویوهای خیلی خوبی داره. بهترین ویدیو هم ویدیویی که 230K ویو گرفته و تقریبا 500 تا سابسکرایب برام تقریبا. ببینید که ویدیوهای خوبی داره. یه سر هم بریم داخل استودیو یوتیوب، داخل سایتش میریم. ببینید که 1040 تا سابسکرایب دارم. یه نتیجه ببینیم از آمار کانالمون. توی 28 روز گذشته تقریبا یه مالیه 450 خورده ویو گرفتم و حدود 975 تا سابسکرایب گرفتم. یعنی توی 1 ماه من حدود 1K ساب گرفتم. این ویدیو که میگم بیادش، ببینید 487 تا ساب آورده و 231 ویو و حدود 3K و 900 تا هم لایک گرفته. دست بریم داخل داشبورد. دوستان راستی اگه میخواهید که داخل سایت استودیو یوتیوب بشید حتما ویدیوی بعدی که میذارم ببینید. یه ویدیو در باش میسازم که چطوری وارد سایت استودیو یوتیوب بشیم و درآمدزاییمون رو فعال کنیم. این درآمدزایی مثلا فعاله، فقط باید کاری که گفته انجام بدم. ببینید کلا 2 ساعت واچ تایم دارم. دیگه همین.
بریم ببینیم که توی ماه چقدر ویو گرفتیم. مثلا لحظه مخاطبم که اینا دارن از کانال هایی که سابسکرایبرمون میبینن یوتیوبران، ولی همین دیگه. کپی رایت هم تا حالا نخوردم، خدا رو شکر. دوستان اگه میخواید کشور محل اقامتتون رو تو یوتیوب تغییر بدین، وارد سایت استودیو یوتیوب میشین تو یوتیوب داخل گوگل کروم، و وقتی که دارید داخل استودیو یوتیوب نگهش میداریم. من بیرون بهتون نشون بدم که اگه بلد نیستین راحت بیاین داخل سایت. اینجا که زدین یوتیوب استودیو، اولین سایت رو نگه میداریم و باز کردن در برگه در گروه رو میداریم و اینجا این پایین صفحه عکس یوتیوب میاد و دیگه واردش میشین. حتما با فیلترشنی که داخل یوتیوب میرید وارد بشین و ببینید که من وارد کانال شدم. از سابسکرایب همون شما اگه شد در آینده ویدیوهای بلند در مورد ماینکرافت و گیم و اینا هم میذارم. از ویدیوهای خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید و حتما کانال سابسکرایب کنید که کانالمون زود رشد کنه و حمایت شم. ممنون از همه شما که حمایت کردیم و کانالم اینقدر شد به لطف شماست و اگه سابسکرایب کنید که خیلی حمایت کردیم و اینم از سابسکرایبرم که دفعه می‌بینید جامپ زده و حتما گفتم ویدیو لایک کنید و تا ویدیو دیگه بدرود.